به چنل لاینوس خیلی خوش اومدین. بعد از اولین ویدیو این چنل فکر می‌کنم 4-5 روزه که داره میگذره. بعد از اون ویدیو سرما خوردم و همیشه به این فکر می‌کردم که تو تابستون چجوری مردم سرما می‌خورن، تا اینکه خودم سرما خوردم فهمیدم چجوریه. به هر حال از اینکه صدام گرفته خیلی عذرخواهی می‌کنم، به خاطر اینکه چنل باید روی یک نظم خاصی جلو بره و کتاب اصلا مهمترین کتاب ما بتونیم پیش ببریم. با این صدا دیگه مجبور شدم ویدیو بذارم و از خدمتتون عذرخواهی می‌کنم اگر صدام گرفته است کمی. حالا یه موردی که وجود داره می‌خواستم حتما باهاتون در میون بذارم، این که شما اگه همین الان تو چت جی پی تی سرچ کنید که چرا باید کتاب بخونی، هزار تا دلیل برای شما میاره. خب ولی من دلیل شخصیم و اون چیزی که خودم فکر می‌کنم و بابتش این چنل رو راه انداختم اینه که زندگی مثل یه میدون جنگه یا یه بازی شطرنج. شما مجبوری برای اینکه بتونی توی این میدون جنگ یا بازی شطرنج پیش بری، حالا پیروزی به کنار، پیش بری و بتونی یه سری استراتژی ها رو توی کارت پیاده کنی، مجبوری آگاهی خودت رو افزایش بدی. حالا این افزایش آگاهی از راه‌های مختلفی اتفاق میفته، هر کسی یه مدله، ولی برای من کتاب خوندن یکی از بهترین راههایی بود که میتونم و تونستم خودم رو تا حدودی قوی کنم و توی زندگیم پیش برم. حالا این کتاب خوندن یه سری علاقه داستانی دارن، دوست دارن کتاب‌های داستان کوتاه، داستان بلند، فلسفی، موضوعات مختلفی رو بخونن. اما من خودم به شخصه اون چیزی که توجهم رو بین همه موضوعاتی که در کتاب و دنیای کتاب‌ها وجود داره جلب کرد، کتاب‌های توسعه فردی بود. کتاب‌های توسعه فردی و کلاً موضوعیت توسعه فردی این مدلی هستش که برای بنده اینجوریه ها، هر چی که جلوتر میری انگار باز هنوز یه مسئله وجود داره که ما نمیدونیم و به ندونستن خودمون خیلی بیشتر پی میبریم. این هم میتونه ناراحت کننده باشه، هم میتونه تا حدودی به آدم کمک کنه که واقعا آدم هیچی نمیدونه، هر چی بیشتر میخونه بیشتر به این نکته پی میبره. من حوزه کتابای توسعه فردی رو انتخاب کردم چون فکر کردم برای ادامه زندگیم باید خودم رو بشناسم، دنیای اطرافم رو بشناسم و این دوتا رو یه هماهنگی بینش ایجاد کنم که این چرخدنده زندگی آدم بچرخه. و این چرخدنده اگر بخواد بچرخه، آگاهی شما نسبت به محیط بیرون و محیط درون، یعنی خودتون، با کتاب خوندن ایجاد میشه و به خاطر همینم هست که میخوام نکات مهم کتاب‌ها رو براتون بگم تا هم این شناخت نسبت به خودتون و نسبت به جهان اطرافتون ایجاد بشه. حالا کتاب دکتر دیوید جوزف شوارتز که به نظرم برای شروع خیلی عالی بود، سعی می‌کنیم تو این ویدیو 2 تا فصلش و نکات مرتبط باهاش رو بررسی کنیم و در موردش کمی صحبت کنیم. یه بیوگرافی اگه بخوام از نویسنده این کتاب بهتون بگم، دکتر شوارتز یکی از استاد دانشگاه‌های آمریکایی که تا مقطع دکترا پیش رفته و توی حوزه مدیریت و مارکتینگ فعالیت می‌کنه و یکی از بزرگترین نویسنده‌ها توی حوزه حالا هم انگیزشی هم شناختی نسبت به یک موضوعاتی به اسم خودیاری میشه، در واقع موضوعاتی مثل اعتماد به نفس و شناخت ذهن و اینها توی این حوزه فعالیت میکنن و اگر دوست داشتین خیلی بیشتر میتونید در موردش بخونید. اما ما سعی می‌کنیم اینجا یه بیوگرافی هم از نویسنده‌ها بگیم که ازشون یک یادی بشه، چون واقعا افراد ارزشمندی هستن، واقعا با نوشته‌ها، مطالب و تفکراتشون تونستن اثرگذاری خیلی زیادی توی این جهان داشته باشن و انسانی که بتونه توی این دنیا اثرگذار باشه به نظر من واقعا قابل تقدیر و ستایشه. حالا کوچکترین کاری که حداقل بنده میتونم انجام بدم اینه که یه بیوگرافی ازشون بگم تا یه یادی هم ازشون بشه. توی فصول اول این کتاب به ما توضیح میده که اولا این کتاب یه نسخه کاملا عملیه، اینجوری نیست که شما بخوای فقط بخونی و از کنارش رد بشی. یه مقدمه‌ای در موردش میگه که ما چطوری بتونیم خوب فکر کنیم و اینها. چیز جالبی که وجود داره توی کتاب‌های مختلف اینه که میاد شما رو یک جوری و یک مدلی مخاطب این کتاب قرار میده که انگار شما نشستی و این مطالب فقط داره برای شما گفته میشه. من از این مدل نویسنده هایی که کتابشون رو این مدلی شروع میکنن و شما رو مخاطب اصلی این کتاب قرار میدن خیلی خوشم میاد. یعنی اینجوری نیست که یه هوبیات شروع کنه بسم الله الرحمن الرحیم، خب این کتاب اینه، نه، اول شما رو مخاطب قرار میدن و خب یکی از تکنیکایی که تو این کتاب استفاده میشه هستش که شما بتونی یک رابطه خیلی عمیقی با مخاطبت برقرار کنی تا مطلب به جون و دل اون مخاطب بشینه و بتونه مطلب رو کاملا درک کنه. حالا توی کتاب‌های مختلف کاملا متوجه این موضوع میشین، مخصوصا کتاب‌های توسعه فردی که نسخه عملی دارن، مخاطب باید با شما ارتباط برقرار کنه که اون نسخه‌های عملی رو اجرایی کنه. حالا در مورد کارهایی که این کتاب انجام میده صحبت کرد. دو فصل اول اینکه شما توی این کتاب هم در مورد نظریه‌ها هم در مورد تکنیک‌های علمی و عملی می‌خونی و سعی می‌کنی که نیروی تفکر خودت رو جوری تقویت کنی که بتونی توی این جهان دستاوردهای بزرگی داشته باشی. جادوی فکر بزرگ، این فکری که داره به ما میگه دقیقاً همون نیروی تفکری هستش که ما حالا نسبت به خودمون، نسبت به محیطمون و هر آنچه که فکر می‌کنید داریم. این نیروی تفکر خیلی عجیبه، واسه منم خیلی عجیبه. حالا نمیدونم، یه سری‌ها میگن فکر شما میتونه اثرگذار باشه، یه سری‌ها میگن نمیتونه باشه. این دیگه یه سری نظرهای شخصیه در مورد اینها، ولی این کتاب داره به ما یه در واقع چراغ، یه علامتی میده که آقا تفکر شما خیلی مهمه، ایمانی که نسبت به خودت داری خیلی مهمه. و اتفاقا توی فصل اولش هم در مورد همین ایمان صحبت کرده که
شما باید به خودت ایمان راسخ داشته باشی. این مفهوم موفقیت و ایمان راسخ هم خودش یه دنیای خیلی بزرگ و عظیمیه. ولی این که به نظرم این نویسنده دکتر شوارتز اومده خصل اول رو گفته که به موفقیت خودت باید ایمان داشته باشی، یه دلیل خاصی داره. حالا دلیلش هم نظر شخصیمه ها، اینه که شما اگر به موفقیت خودت ایمان نداشته باشی، ایمان با آرزو خیلی فرق میکنه ها. ایمان داشتن یعنی واقعا باور داشته باشی به خودت که میتونی از عهده یه کاری بر بیای. با آرزو خیلی فرق میکنه. و اینو داشتم میگفتم که به خودت ایمان داشته باشی یعنی لازمه موفقیت تو هر کاری اول ایمان داشتن به موفقیت خودته. قبل از اینکه مهارت داشته باشی، قبل از اینکه بری پیگیر بشی کارهای مختلف و بیش اساتید مختلف بری و اینا، حالا خودت هم تو زندگی دقت کنی همینه ها. یعنی اگر شما تو پس ذهنت، شما خود بالاخره هممون آدمیم دیگه، ما یه سری تشابهات خیلی زیادی داریم با هم دیگه، اصلا خیلی شبیه هم دیگه. اگر تو بطن انسان‌های مختلف بری، خارج از اون ما اگر به خودمون ایمان نداشته باشیم که میتونیم کاری رو انجام بدیم و تو پس ذهنمون به این فکر کنیم که ما نمیتونیم کاری رو انجام بدیم، داشتم این نکته رو میگفتم. لازمه شروع هر موفقیت و دستاوردی تو زندگیتون اینه که ایمان داشته باشید. من خودم توی دوران دبستانم درس ادبیات و انشا خیلی خوب بود. هنوزم انشا و ادبیاتم خیلی خوبه و حالا اون موقع کمتر کتاب می‌خوندم، بیشتر درس می‌خوندم، ولی هر چی که رفت جلو من به این باور رسیدم که ادبیات من خیلی خوبه و برای هیچ امتحانی تو زندگیم که درس ادبیات بود استرس نداشتم، چون به این باور و ایمان رسیده بودم که تو درس ادبیات خوبی. برای هر کاری هم دقیقاً همینه. به خاطر همینه که دکتر شوارتز اومده فصل اول جادو فکر بزرگو گذاشته که به موفقیت خودت ایمان داشته باش. یه نکته دیگه هم که خیلی جدی بهش اشاره کرده ایمان راسخه. حالا ایمان راسخ یعنی چی؟ ذهن شما اگر یک ایمان و باور واقعی داشته باشه که ما میتونیم توی کاری موفق بشیم، ذهن ما ناخودآگاه میره به سمت پیدا کردن یک راه حل و حل مشکلات زندگیمون. حالا این مشکل میتونه یه مشکل خانوادگی باشه، بیپولی باشه و همه اینها. یعنی یک راه و وسیله‌ای پیدا میکنه ذهن شما که بتونید این مشکل رو حل کنید. انگار موضوع و اون مشکل میره توی ضمیر ناخودآگاه ما و ما دائما به اون موضوع و مشکل فکر میکنیم. حالا ما اگر باور داشته باشیم و ایمان داشته باشیم که میتونیم اون مشکل رو حل کنیم، ذهن ما هم ناخودآگاه یاد میگیره که یک راه حل و وسیله‌ای رو برای حل اون مشکل، حالا خارج از مشکل، به دست آوردن موفقیت‌ها و دستاوردها، رسیدن به اهدافمون پیدا کنه. خیلی ساده داره به ما میگه اگر خودت باور داشته باشی در درجه اول و این خیلی مهمه. یعنی فقط باور داشتن نمیتونه شما رو به موفقیت برسونه که کاملا چیز طبیعیه. من اگه باور داشته باشم صبح تا شب بشینم گوشه خونه، اگر به خودم باور داشته باشم ولی هیچ اقدامی نداشته باشم در جهت رسیدن به اون هدف، خب طبیعیه که هیچی نشه و هیچ اتفاقی نیفته. حالا در ادامه توضیحاتی که در مورد ایمان بهمون میگه، 3 تا راهکار و چگونگی برای افزایش نیروی ایمان نسبت به خودمون رو در موردش صحبت میکنه. یکی این که به پیروزی فکر کنید و به شکست فکر نکنید. خب ببین نمیشه به شکست فکر نکرد. خب دارم یه جاهایی هم یه نظر شخصی میگم، نمیشه به شکست فکر نکرد. ما تو هر راهی قدم بذاریم به شکست‌ها و موانع اونجا فکر میکنیم، ولی خب به هر حال اگر به پیروزی خودمون بیشتر فکر کنیم با یک نگاه واقع گرایانه، این واقع گرایانه بودنش خیلی مهمه ها. یه وقتی طرف وارد یه راهی میشه اصلا هیچ چیز ازش سر در نمیاره، همینجور میره و بی‌محابا یک کسب و کاری راه میندازه، یه شغلی رو ران میکنه و اینا و تهش به نخوجا آباد میرسه. به خاطر همین دارم میگم بی‌محابا به پیروزی فکر نکنید. اینجا هم میگه به پیروزی بیشتر فکر کنید، حالا تا اینکه به شکست بخواید بیشتر فکر کنید. و اینکه میگه دائما به خودتون گوشزد کنید از اون چیزی که تصور میکنید بهتری. خب این اصلا نتایج علمی نشون داده شده. من چند روز پیش یه مقاله‌ای خوندم اینکه بقیه شما رو خوشگل‌تر از اون چیزی که هستی میبینن. این خیلی چیز جالبیه. حالا میتونید حتما سرچ کنید این مورد رو و بخونید. و مورد سومی که بزرگ اندیش باشین. حالا این بزرگ اندیش بودن خودش خیلی دنیای خاصی داره. اینکه اهداف کوچیک رو مد نظر قرار بدیم، انتظاراتمون رو کم کنیم و سعی کنیم اهداف کوچیک رو تیک بزنیم تا در نهایت به یک هدف بزرگ دست پیدا کنیم.